دوستان نهایت عزیز، به یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما خوش آمدید. امروز آمدیم به رستوران و باغسرای سایه. بیشتر بخش فامیلی مشتری دارین یا بخش مجردی؟ بخش فامیلی زیادتره طرف شب. دوستان عزیز نگاه کنین، دید تا دوست چقدر با صمیمیت و محبت نشستن کنارم. به بنده خدا گفتم دیگه نگی باشه، گفت باشه دیگه نمیگم باشه. जैसे पाकिस्तान में था होटल भी था, रेस्टोरेंट भी था, हम लोगों का अफगानिस्तान में भी है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होटल हर चीज़ बहुत अच्छे है. من باشه ترجمه کنم. گفتن دوستان عزیز، گفتم مردم پاکستان که هستن خیلی دال میخورن. میگم مدت که بودم فقط به رستوران‌های دال بود، دیگه چیزی نبود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و حرمت دارم خدمت تمام مخاطبین کانال یوتیوب زیبای افغانستان. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین. دوستان نهایت عزیز، به یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما خوش آمدید. امروز آمدیم به رستوران و باغسرای سایه. یک جای بسیار شیک و دیدنی که امیدوارم همگی شما اینجا تشریف برین. جای بسیار دیدنی است. تا آخر برنامه در کنار ما باشین. برنامه ما ادامه داره. از تمام رستوران برای شما تصویر برداری میشه. امیدوارم که باشین در کنار ما. سپاسگزارم از شما. خب عزیزان دل، مجددا خوش آمدین. در ادامه برنامه کنار مدیر داخلی رستوران هستیم. چند تا سوال از اونها میپرسیم، یک معرفی میشیم، سوالات ما رو پاسخ بده. سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. سلام شما. سلامت باشین. سلام، رامز فاروقی، مدیر داخلی رستوران باغسرای سایه. بسیار خوب. فاروقی صاحب عزیز، شما برای ما لطف کنین بگین که چه مدت میشه از افتتاح رستوران گذشته و فعلا چند تا پرسنل فعال دارین و در چه بخشای فعالیت میکنین؟ مدت 4 ماه میشه افتتاح شده. پرسنل ما 40 نفر 45 نفر است. تعداد در بخش مجردی، در بخش فامیلی، دیگه بخش‌های مختلفی هست، آشپزخانه و غیره. بسیار خوب. فرمودین بخش فامیلی شما هم فعاله، درسته؟ بله. بسیار فضای عالی، فضای خوبی، مشتری هم زیاد داریم، هست پلانه. بسیار خوب. بیشتر بخش فامیلی از شما استقبال میشه یا در بخش مجردی؟ یعنی بیشتر بخش فامیلی مشتری دارین یا بخش مجردی؟ بخش فامیلی زیادتره طرف شب. برای روز نداریم، کم زیادتره. برای شب زیاد شلوغه بخش فامیلی. واقعا ما این جای خوب کلون بیشتر جور کنیم. یعنی مشتری زیاد دارین که به فکر گسترش محیط کاری خود هستین. در مورد منیو غذای خوب بگین، کدام غذا رو بیشتر سفارش میدن مشتری‌ها؟ کدام غذا بیشتر استقبال میشه؟ منیو غذا واقعا عالی، از هم کیفیت غذا از هم بالای. خوش میکنم میمونه عزیز. بیشتر مکس پلیتر رو انتخاب میکنم، بخش فسفود هم انتخاب میکنم. خصوصا مکس پلیتر مجلل که مخصوص سایه. بسیار خوب. بخش مجردی هم غذا طبعا سفارش میدن، درسته؟ فقط بخش فامیلی شما و مکس پلیتر یا نه بخش مجردی هم سفارش دارین؟ بخش مجردی هم زیادتر، چاش نو بیشتر میمون داریم. بخش مجردی بیشتر مجلل، بخش آقان بیشتر سفارش داریم. فامیلی زیادتر که هست بخش فسفوده. بسیار خوب. یک لطف دیگه برای ما بکنین، بگین که در چه بخش فعالیت دارین؟ فقط در بخش منیو غذایی که دارین در بخش غذا یا خیر مثلا بخش نوشیدنی باب و چای این چیزا هم میشه؟ بله، بخش کافه هم داریم، ما قهوه و جوس و شیکموز و چای هم هست. بسیار خوب.
اما کسایی که خارج از کشورن، کسایی که ما رو میبینن از پشت پرده دوربین، برای از اینا چی گفتنی دارن که میرن به خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن؟ آیا اگر تشریف بیارن به افغانستان سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری اینا جواب میده یا نه؟ بله، باز اینا گفتنی ما اینه که اگر بتانم بیان با داخل خود وطن خود سرمایه گذاری کنم، واقعا خوبه. هم وطن خودمون شما نه، اگه این سرمایه گذاری شد فقر و بیچارگی گم میشه، اقتصاد بالا میره، همه چیز. اگه بیان بهتره، اینجا سرمایه گذاری کنم بهتره. بسیار خوب. من که همانطور که دیدم باغوش هم دارین، بعد شهر بازی هم دارین، اونام فعاله یا خیر فعلا؟ بله، بخش شهر بازی هم برای اطفال و هست، باغوش هم فعاله، برای ورودی آقایان فامیلی نداریم. فقط برای آقایان ورودی دارین، برای خانمانیه، درسته؟ بسیار خوب فاروقی صاحب عزیز، لطف کردین، سلامت باشین. تشکر، انشالله که همیشه موفق و سربلند باشین. اگر به عنوان آخرین گفتنی اگر به بیننده عزیز کدام گفتنی دارین میشنون. یعنی خاصی ندارم، موفق و پیروز و کامیاب باشین. سلامت باشین. راستی یک چیزی که به ذهن ما اومد، از سمت چنل زیبایی افغانستان اگر تشریف بیارن تخفیف برای اینا میدین یا خیر؟ بله تخفیف برای اینا میدیم. پس میتونن با خیال راحت بیاین، غذا سفارش بدین، قهوه سفارش بدین، برای شما قطعا تخفیف میدن. سپاسگزارم از شما بیننده عزیز. برنامه ماکان ادامه داره، تا آخر برنامه در کنار ما باشین. تشکر. خب عزیزان دل، مجددا خوش آمدین. در ادامه برنامه کنار شما هستیم، کنار دو تا از دوستای عزیز هستیم که امروز تشریف آوردن به رستوران و باغسرای سایه. خود اینا یک معرفی میشیم. سلام خدمت شما. سلام علیکم، به نام خدا. رحمت الله خطیبی هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات. بسیار خوب خطیبی صاحب، خوشحال شدیم. شما دوست عزیز؟ عزیز احمد هستم، عزیز احمد احمدی از ولایت هرات. عزیز احمد جان احمدی. بسیار خوب، خوشحال شدم از شما. چه باعث شد که اینجا رو انتخاب کردین؟ به خاطر فضای و به خاطر غذای و چرا؟ خب ما بار اول ما نیه بیزی منطقه میاییم، ما همیشه هفته یک بار دوبار خود رفیق میاییم، هم به خاطر فضای اینا هم به خاطر غذای اینا، واقعا خوشمزه و لذیذه. یعنی همون غذایی که برای شما درست میکنن غذای خوشمزه و فضای عالی داره که شما تشریف از میبرید. دو جهت هم میتونیم بگیم از فضای اینا لذت میبریم، هم میتونیم بگیم غذای اینا مثلا واقعا خوشمزه، نمیتونیم یک چیز انتخاب کنیم، هر دو تا واقعا بی‌نظیره. بسیار خوب. چی غذا سفارش دادن؟ تو محبت آمیز ششته این خودی هم غذا میخوره. جا شما خیلی دیگه یک پیتزای مخصوص خوردیم، حالا دیگه یک چیپس مخصوص رستوران سایه گفتیم میرم امتحان کنه، واقعا خوشمزه، خیلی عالیه. یعنی غذای اینا اوکی از دیدگاه شما؟ تایید، هیچ حرف ندارم که خوب غذا خوشمزه، از هر لحاظ که بگیم تایید. بسیار خوب. دوستان عزیز نگاه کنید، دید تا دوست چقدر با صمیمیت و محبت نشستن کنارم. ما خود عوض کردیم که مگر یک رفیق پیدا کنیم بریم همچین جای بشینیم. خب سوال بعدی که دارم از خدمت شما، همون کسانی که مثلا در رستوران‌های دیگه میرن غذای دیگه جور امتحان کردن، پیشنهاد میکنین که یک بار تشریف برن اینجا غذا اینجا هم میل کنن یا خیر؟ اگه به خاطر غذای هم نباشه، به خاطر هم فضایی که داره، واقعا فضای بی‌نظیر داره، به خاطر هم فضایی هم که شده حتما سر به اینجا بزنیم و از غذای هم لذت ببریم، امتحان داشته باشیم از غذای. بسیار خوب. شما هم پیشنهاد میکنین امیر به دوستای؟ 100% همین فضای عالی، غذای عالی، جای خوب، مکان آرام، خیلی عالیه. بسیار خوب. تشکر از شما. خب عزیزان دل، از شما دو تا دوست هر کدوم اگر جوک دارین، خاطر خوش دارین در ذهن خود، اگر برای ما دوستا تعریف کنین خوشحال میشه. فکر کنم شما یک چیزی دارین داخل ذهن خود فکر میکنین. بفرمایید بگین. جوک که ندارم، ولی خب همین جوک اگه خیلی کوتاه هست، میگم به بنده خدای گفتم دیگه نگی باشه، گفت باشه دیگه نمیگم باشه. شما چی شعر؟ فقط شما یک پیشنهاد به دوستا داشته باشین، همین کسایی که در همین روزا که زیاد تیز میرن، چه در کسایی که موتر دارن چه کسایی که سکل دارن، چی گفتنی دارن در مورد؟ واقعا گفتنی ما بزی جوانا و بزی کسانی که هر نوع وسیله سوارن احتیاط کنن، بزی شهر پرخطر، حادثات خیلی شده، از سکل گرفته تا موتر، هر نوع حادثات حالا بزی شهر زیاد شده دیگه. تمام این جوانا همه کوشش کنن که سرعت سکل هر نوع وسیله که هست تا بیارن،
دیگه بازی به همین کسایی که میاین به همچین فضای بازی میاین به محیطای خوب میاین که همین که آشغالا خو اینا رو این طرف میندازن، چی گفتنی داره؟ گفتن ما اینه که اگه حدیثی هم هست میگن نظافت جز ایمانه. آدم شهر مثلا خانه خود ما و شما نه فرق نمیکنه، به هر گل جایی که میریم به هر جایی که میریم نظافت جز ایمانه. باید نظافت شرط اول، باید نظافت رعایت کنیم بریم به منطقه. نظافت دیگه یک چیزی که باید دور و بر آدم تمیز باشه. دیگه از من خواهش مندم از هر دوستی که مثلا میای به هر جایی که میره اول نظافت مثلا رعایت کنه، آشغال دور و بر خونه نریزه. حتی آشغال هم بروز میبینه سرخو خم کنه ور دور بر زد سطح آشغال، هیچ چیز از اونها کم نمیشه، فقط محیط منطقه اینا تمیز نگه داشته میشه. بسیار خوب، تشکر از شما. فقط دوستا که شنیدین صحبت های اینا، اولا که قانون ترافیکی رو باید 100% رعایت کنین، چون برای سلامتی و صحتمندی خود شما نه. دوما سعی کنین که همین آشغالایی که هر فضای میره فرق نمیکنه، رستوران باشه، شهر باشه، بیرون از شهر باشه، لطف بکنین یک پلاستیک با خود داشته باشین، داخل پلاستیک خوب بندازین. یک جایی که دیدین سطل آشغال، داخل از سطل آشغال بندازین سطل آشغال خود. خب تشکر دوستا، برنامه ما ادامه داره. سپاسگزارم از هر دو دوست پر انرژی ما. ان شاء که رفاقت و سلام علیک شما پایدار باشه، ان شاء که همیشه موفق و سلامت باشین. غذا میل داریم بفرمایید. سپاسگزارم از شما. در ادامه برنامه در کنار ما باشین. وقت شما بخیر. دوستان عزیز مجددا خوش آمدین. برنامه ما کماکان ادامه داره. فعلا در کنار که از دوستا هستیم که اینجا مصروف به کار هستن. خب سلام خدمت شما، یک معرفی خود بکنید. وعلیکم السلام، اسمم منظور احمد. خوش آمدید شما به رستوران سایه. اسم بابا ما حاجی احمد خان مهدی حکیمی. بسیار خوب، تشکر از شما. چند وقته که اینجا کار میکنین شما؟ 4 ماه میشه. 4 ماه میشه. من میته که از دوستا شنیدم شما از پاکستان آمدین، درسته؟ بله درست، از پاکستان آمدیم. خب یعنی 5-6 ماه میشه که بیامدیم به افغانستان. ماشاءالله خیلی خوبه. بسیار خوب. چند سال به پاکستان بودین شما؟ اونجا به دنیا آمده بودیم. یعنی بزرگ شده پاکستان، افغانستان رو ندیدید؟ افغانستان هیچی ندیده بودیم. بسیار خوب. چی حسی دارین که به افغانستان آمدین، شرایط کار برای شما مهیا شده، با همچین فضای خوبی، با همچین پرسنل که من دیدم نام خدا هم میگی با اخلاقن، انسانای ادیب و فرهیخته ان، چه احساسی دارین که همچین جای کار میکنید؟ ماشاءالله خیلی خوشحالیم. جای خوبیه، فضای خوبیه، شهر هم خوبیه. انشالله. آب و هوا اینجا بهتره آب و هوا پاکستان؟ اینجا خیلی بهتره. اینجا بهتره. چی خاطراتی داری از وقتی که پاکستان بودی؟ مکتب اونجا خواندی، درس اونجا خواندی، چی کار بکردی؟ چی خاطرات خوش و تلخ داری از دوران که پاکستان بودی و مهاجرتی که داشتی؟ اینجا یعنی خوشحال نبود، در رقم بود. خیلی دیر خوشحال نبود به وطن بیامدیم. خیلی خوشحالیم. درس هم بخوندی اونجا؟ درس نخوندیم واسه که از خودتگی مریض بودم. درس کم بخونیم، شکر اسمی که بلد و دیگه هر چی بلد. بسیار خوب. این فعلا خوشحاله که به افغانستان؟ خیلی خوشحالم ان شاء الله. به وطن آمدیم. خب تو پاکستانی هم بلدی دیگه، درسته؟ پاکستانی بلد. زبان عامیانه تر بگم خدمت شما دوستای عزیز، زبان اردو. اگر بشه به آخرین گفتنی خود تو یک جمله به دوستا بگی، یک پیام داشته باشی به کسایی که ما رو میبینن، به زبان، البته به زبان اردو. طرف دوربینم نگاه کنی به شرط که چهره مقبول تو ببینن. हम लोगों का भाई जैसे पाकिस्तान में था होटल भी था, रेस्टोरेंट भी था, हम लोगों का अफगानिस्तान में भी है. बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होटल हर चीज़ बहुत अच्छे है. من باشه ترجمه کنم. گفتن دوستان عزیز، گفتم مردم پاکستان که اصلا خیلی دال میخورن. میگم مدت که بودم فقط به رستورانای دال بود، دیگه چیزی نبود. میگه بیاین به افغانستان بیاین، اینجا هر چیزی داره. خب تشکر از الله. ان شاء که موفق بشی، سلامت بشی، خیر ببین، خوش زنده بشی. بیننده عزیز، برنامه ما ادامه داره. تا آخر برنامه در کنار ما باشین.
همراهان عزیز سپاسگزارم که تا این دم برنامه در کنار ما بودین. این بود ویژه برنامه امروزی ما که از رستوران تو باغسرای سایه گرفتیم. امیدوارم که طبق میل شما بوده باشه. ما به حمایت شما نیاز داریم. کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک و شیر کنین. ما رو از حمایت فراموش نکنین. وقت همگی شما بخیر باشه. خداوند یار و مددگار شما.